بچه‌ها چطورید؟ من صدنام و این اولین ویدیو یوتیوب منه. من ویدیوهای ولاگ و چالشی و اینا میذارم. اگه همچین ویدیوهایی دوست دارید حتما ویدیوهای منو دنبال کنید. امروز قراره یه جایی ببرمتون که خیلی خوشگله. پس بریم تا من راهو به شما نشون بدم. هرچند واسه این قصه ها زودم یک شب از عشق تو دل نشه غافل دریا و دلتنگی ساحل دل کندم از شهر خونه زیبایی ها کردی تو با دل من تو مثل شمع و پروانه چگونه مستانه کاری کنم اسمانو بره توی افسانه پل شیشه قراره بریم روی اون زیر پامونم قراره ببینیم. وای بله اینجا هم پل هیره. خیلی ترسناکه. وسطش هم براشون میذارم. اینم یه ویو از کل پل هیر. اینجا معلق پلش. زیر پامونم شیشه ایه. خیلی آدم میترسه. نمیشونم الان من حرف بزنم. بعدم براتون ویدیو میذارم. فعلا من برسم سالم تا ته این پل. منظره رو نگاه چقدر قشنگ، چقدر قشنگ. من که عاشق اینجور منظره هم. خیلی قشنگ بود این منظره. دوست دارم 2 ساعت بشینم نگاش کنم. بالاخره از اون پل ترسناک پیاده شدیم. یه چیزی که برای کسایی که از ترس از ارتفاع دارن بد بود، پل معلق بود. تکون میخورد. خیلی بد بود دیگه. من خیلی ترسیدم. خب بچه‌ها ولاگمون به پایان رسید. اگر از این ویدیو خوشتون میاد حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و لایک ویدیو هم بزنید. تا ویدیو بعدی